پیامد اعلان دونالد ترامپ درباره استانیدن باج در آخر هفته گذشته در اتاوا، مکزیک و پکین و در اینجا در نیویورک احساس می شود. هنگ کنگ، سئول و تایبی. بعد آنکه ترامپ باج‌های گمرکی را برای مکزیک و کانادا 25% و برای چین 10% جاری کرد، روز دوشنبه نشان داد بازارها در سراسر جهان پایین رفت. روز دوشنبه ترامپ در واشنگتن سازشنامه خود را با مکزیک عاید بازداشتن باج در عوض امتیازها از مکزیک برای جلوگیری از جریان مهاجرت و انتقال غیرقانونی مواد مخدر از سرحد جنوبی بیان کرد. ما باید مجرای آمدن آدمان را باز داریم. ما باید جریان واردات فنتانیل را از چین باز داریم. فنتانیل امسال کمش 200,000 کس را کشته است. آن از چین توسط مکزیک و کانادا می آید و آنها باید این کار را بس کنند. اقتصاددانها میگویند استعمال کنندگان به زودی فشار را احساس خواهند نمود و به تجربه های پیشین اشاره میکنند. این ما را به سالهای 1930 برمیگرداند، دوره‌ای که طور در یاد دارد جنگ تجارتی یکی از عامل‌های بود که افسردگی بزرگ را بدتر کرد، زیرا اقتصادهای سراسر جهان برای نگاه داشتن واردات مانع‌ها گذاشتند. در دراز مدت نگاه داشتن طرفهای بلند در نهایت کار باعث پایین رفتن تجارت عمومی جهانی می‌گردد و همه این می‌تواند سبب کاهش رشد اقتصادی در ایالات متحده و جهان شود. سفیر چین در سازمان ملل متحد فو کنگ روز دوشنبه گفت که پکین از سازمان جهانی تجارت کمک می‌پرسد. با باور ما این نقض قاعده های سازمان جهانی تجارت است. از این رو چین به این سازمان شکایت میبرد. ما درک میکنیم که احتمالاً باید چاره های جوابی اندیشیم. این چنین اجازه دهید تاکید کنم که جنگ تجارتی غالب ندارد. ترامپ اعتراف کرد که این اقدام میتواند باعث بالروی نرخ‌ها شود، اما گفت که طرفهای بلندتر ارزش آن را خواهد داشت.